خبرهای اقتصادی امروز 24 نوامبر در پیام تیوی. طبق گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان در اواخر دهه دوم ماه نوامبر در کشور بیش از 254400 تن میوه جمع آوری شده است. وزارت تاکید میکند که تاکپروران کشور در موسم امسال نتیجه های خوب نشان دادند. در سراسر کشور بیش از 154000 تن انگور جمع آوری شده است. ضمناً نرخ میوه به خصوص انگور امسال نسبت به سال گذشته عملاً تغییر نیافته است. نرخ 1 کیلو انگور وابسته به نمودهایش از 5 تا 12 سومانی را تشکیل می دهد. تاجیکستان آرژانتین را برای شرکت در سرمایه گذاری در طرح‌های انرژی خرد و میانه جمهوری دعوت کرد. این مسئله روز گذشته در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور ذوقی زاده با سفیر آرژانتین در جمهوری تاجیکستان لیوپولدو فرانسیسکو ساخارس مطرح شد. با گزارش سایت وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان در این دیدار توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان و همچنین ایجاد کارخانه‌های مشترک در حدود منطقه‌های آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان بررسی شد. جانب تاجیکستان آرژانتین را برای شرکت در سرمایه گذاری و تطبیق لایحه‌های افضلیتناک انرژتیکی دولتی دعوت کرده است. از جمله درباره سرمایه گذاری به بنیاد نیروگاه‌های خرد و میانه در تاجیکستان نیز گفت و شنید شده است. بر اساس آمار گردش مال میان تاجیکستان و آرژانتین در 3 ماهه سوم سال جاری بیش از 11 میلیون دلار را تشکیل داده نسبت به یک سال قبل 1.7 برابر افزایش یافته است. همه این مبلغ به واردات محصولات از آرژانتین به تاجیکستان راست می آید. تاجیکستان با آرژانتین چیزی صادر نکرده است. توازن سودای خارجی تاجیکستان همانا منفی باقی مانده، حجم مال‌هایی که به جمهوری وارد می شود از حجم صادرات به مراتب زیاد است. گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 9 ماه سال روان زیاده از 5 میلیارد و 602 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داد. طور سردار خدمات گمرکی تاجیکستان خورشید کریمزاده ضمن گزارش اخیرش در مجلس نمایندگان جمهوری بیان داشت حجم سودای خارجی جمهوری نسبت به همین دوره سال گذشته حدودی 28% و یا 1 میلیارد و 212 میلیون دلار زیاد شده است. از مبلغ عمومی گردش تجارت خارجی به واردات 3 میلیارد و 793 میلیون دلار راست می آید. این نسبت به همین دوره سال 2021 حدودی 770 میلیون دلار و یا 25.5% زیاد است. صادرات به 1 میلیارد و 808 میلیون و 800 هزار دلار برابر شده در قیاس با همین دوره سال گذشته به اندازه 32% افزوده است. بر اساس اطلاع خدمات گمرکی جمهوری برای 9 ماه سال روان نقشه ستانیدنی پرداخت‌های گمرکی نزدیک 4 میلیارد و 783 میلیون سومانی پیش بینی گردیده بود. تاکید شده است که مقامات گمرک نقشه درآمد را 11% بر زیاد اجرا کرده است. به بودجه دولتی 5 میلیارد و 327 میلیون سومانی وارد شده است که 111% نقشه را تشکیل می دهد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سومانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 24 نوامبر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش روبل و دلار مثل دیروزه است. 100 روبل روسی 16 سومانی و 35 درم ارزش دارد. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را باز هم مثل دیروزه 1021 سومانی رسا ارزیابی کرده است. اما بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1053 سومانی و 88 درم معین کرده است. نسبت دیروز نرخ یورو کمی بلند است. دیروز 100 یورو 1048 سومانی و 87 درم نرخ داشت. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میانی بانک‌های لندن 1751 دلار و 46 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژهای لندن 84 دلار و 57 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژهای نیویورک 77 دلار و 71 سنت معامله شد.